السلام علیکم یارو دوستان محترم حضوری کانال. امروز جمعه 6 اکتبر 2023 امروز ها باشد روبل روسی برابر است به 109 سومون و 50 درهم دوستان. بالا باشه برای شما از نرخ و نوای بازار یکم چسکه نوع مسجو نوار میگیریم. و گفتی اون بیننده وای هفتینی ما که گفتن گپ بسیار نکن، گپ بسیار نمیکنیم دوستان. خیلی برای شما اگر همین بازار مرغ ها باشد یا که خروس ها باشد نوار میگیریم تا اینکه شما نیز از نرخ و نواهای مرغ و نمیدونم چوجه ها با خبر باشید. و اینچنین بعضی از محصولات های معیشی که از قبیل کلچک و پیاز و سبزی و دیگر چیزها برای شما نوار میکنم تا اینکه شما نیز از نرخ و نواها اصلا نرخ و نوای پروداکت گویم محصولات عضوخواری خبردار باشید. حال میریم همین خروسای بازار سه تا بدانگیش که خروس آمده است از همین خروس ها نوار میگیریم و نرخاشون میپرسیم برای شما دوستان. اینطور سودا در عفش نزدیک چوجه ملاشه از اولین خروس پیش بازار حاضر بنظر همین دیکن باشد در کار و گفتی خیشه دیمون تاثیر دکن اینا 250 سومانی گفته دارن دوستان. با خودش نشون 250 سومانی اینش باشد. اینش هم فربه کلان است 150 سومانی به دست 150 سومانی. یعنی خروسی تاجدار 50 سومان میشه. سرخی تاج بینش 50 سومان. حضرت خود این چوجا چندش نه خدا خال حضرت 40 سومانی. یعنی خروسه وظیف اینو به فکر احمر ریا بشکه باشم ارالش 40 سومانی شده برای یعنی خروس 70 سودا شده. سرخی تاج بینه شما 70 سومون سودا شده. این کفتر چوجه چند شده 20 سومون. این چوجه چه 20 سومون یعنی مرغ چوجه دار 9 تا چوجه داشته است نرخش 150 سومون. چوجهش ارالش هم جنگی هم گویم چوجهش هر رنگ بودیم 150 سومون گفته است 9 تا چوجه چی؟ ای ده سارا داشت لختابه که مثل ده منی ممکن 90 سومان گفته 90 سومانی من شاشلیکه دالنی واستوک باشه دالنی واستوک نه که عبدالنبی سیخ کباب ماتشو مرا چند شده سیخ کباب قدم من 6 سومون دقیقت دودا نمیتوانم بین دودا درم دیم تبیش هم براش شد تمام میخورید خلاص سبزی پلاس 4 کیلو من 4 سومون کیلوش کلام چند شده چوری ده سیزان چوری تو سبزی در بازار ما 4 سومون. کرشکی به گم نیست کرشکی مسچو چند شد؟ بابا کرشکی مسچو چند سومون راق شریف
من کارشکر فقط به پنشاق میبرداره دوستان. دست ممکن نیست. مقصد این دلالت در آن میکند که یگون توسیدگی پوسیدگیش نیست. خیلی گم نیست خدا. ها. این حتی من 100 سومون ایش نه. کنی. چند سبزی شما؟ سبزی بود با 4 سومون برابر شد. خود در هفته آینده میفرودن؟ سبزی شما دامنو دوشته. 3 روبه گفته؟ 4 سوم ده انشالله نیت کسان که هفته آینده میفروندن. اینا یک خوش خبر برای مردم. دو کسی کلشکه ازانتر خواهد دیگه 3.5 کلشکه غنچه بده. این هم صفتش نقص. خیلی که در نورد ایستاده. 4 سوم سبز. من پیاز دوستان 2 سومونه 5 کیلو ده. این توربو شلغم و اینا دیگه رنگ برنگ میکردگاش همش چوری لبلبی سرخ هم چور این شلغمی سرخ و زرد همش چور سبزی هم چور نخود 10 سوم 7 سوم گریچ اینش کیلوش 6 سوم اینش 8 سوم این کرام این 3 کیلوش 10 این و چی؟ بلگاری بلگاری سرخ 5 زرد 6 قلنفر چی؟ بارکش 5 کیلو اکو قلنفر کیلوش 10 سوم من نسبتی بازار گذشته ارد ارزان شده است 310 سوم وای بازار 315 320 بودی بازار 310 بفرمونده است ماش لوبیا 14 نخود 17 سوم زانی کندکفونی هم سرشه حاجبای تبره کندکفونی چندی شد یا؟ تبره کندکفونی اصل چی؟ اینا کلوناش اینا میبریدیگاش چی؟ میبریدیگاش اینا 30 اینا 70 ایناش 70 یا؟ اینا 100 عرصور این مخکش چی؟ این مخکش استابیلیزاتور پیش گولی هست 70 سوم 70 سوم خدا خواهد سیزان خوکپرتون هم سر شده قریبی با چند؟ اینا 20 نه دوسکالا 60 بهترین خیلی نرخی میخ معلومه بشکه خراب باشن اگر بشکه کلان چندی خوجه؟ 180 سوم 200 لیتر این معده ها چی 30 لیترن چیلن چند نه 30 سوم لیترش به 10 سوم نه خیلی 10 لیترش نشید 15 همین آدم گرم منه نور نخواه پل باشد این دنیای در روزو به خدا نه من اکی عبدالغفور هر روز یک خربوزی نه هر روز یک خربوزی نه یه روز میبینی زرد یه روز میبینی سبز یه روز میبینی تلویی با امروز رنگ زردش اومده است رحمت که همین اکو همین چیزا رو میبیارن مردم تامین میکنن خصوصا اینا همش استحصالای دهخونه جزف ازبکستان این که از همکاری دارن با ازبکستان پس چند ماشینا خطی تامین میکنن همین چیزا چند شده خربوزه تقایی این بری موسفیتا بیپل دا کسی باید دوداش سر های کند بیویا من اکتی موسفیت برای کیا با موجی بابا همیده مونم گره دو جاک من $2 یکت بونوس چند شده نرخش؟ نرخو ارزون کبود 20-25 کبود 20-25 زردا چی؟ زردا 25 تو 50 نه مقصد کلوناش جمعه من 40-50 در کلونوش هر ویدیو به شما پسند حتما فکر اندیشه نیک خودتون در نوار میگذارید